عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه طرفدار تیم بزرگ مسلم. یه تسلیت هم به جامعه ایران بگم بابت این اتفاقایی که افتاده. واقعا همه متاثر و متاسفیم. ما نیم فصل اول که با 17 امتیاز تموم کردیم و نیم فصل دوم 8 تا یار گرفتیم که 6 تاش میتونن این بازی با ما کمک کنن، 2 تاشون هفته سوم میان، بازیکن با کیفیت یعنی از لیگ 2 اکثرا اومدن. در صورت اینجا اسم مسلم اسم بزرگیه، طرفدارای زیادی داره، تیم مردمیه. ما همه تلاشمون رو باید بکنیم که ان این تیم آخرش به خوبی و خوشی به صعود خط شه که بتونیم حداقل این بابت دلشون شاد. خدا رو شکر تمرین همه چی خوبه، اوضاع خوبه. من یه تشکر ویژه‌ام دارم از آقای مهندس حسین پور، آقای رمضانی. هر چی که ما خواستیم خدا وکیل در اختیارمون گذاشتن، یعنی هیچ کمی خاصی نداریم و دقیقاً هیچ چیزی واسه از دست دادن، یعنی مثلا بگیم کم داریم نداریم. بعد بریم که نتیجه بگیریم، دلشون شاد کنیم، همونو هم طرفدارامون که ان از همین بازی استارتش از پنجشنبه میخوره با تمام قوا باید بریم که باید ببریم، هیچ راه دیگه نداره.